نه عزیزم، یه عمری آرزو داشت بشم دکتر. این هم مریضام. بفرمایید. وقتی تو طایفه عروسیه همه عین همن الا بیبیم. چه خبری همه حنا ماشدی؟ بچه صدای شیر اویم یکی شیر او باز کرده. دکتری داره میششه. دکتری گومان خیلی حالش بده، اسهال گرفته. برو وری تر زده اسهال کنی. هر رفتی برگشتی هم داره قابل توجه بعضیا. میگم عزیزم یه عکس هم میگیری؟ وای سرشونو بخوره ریده بودن. وام ازدواج 120 میلیون، وام گاوداری 800 میلیون. تو باشی گو میگیری یا زن؟ آیا دکتر میشه نبض منم بگیری؟ تا حالم ریخته بهم. عجب مریضی هستی، ولی من دامپزشکم. یه عکس دست جمعی از تمام آدمایی که از زندگیم رفتن. آقای دکتر چرا گوساله ما صدای خر میده؟ وقتی اسپرم ایرانی میزنی معلومه صدای خر میده. دکتر سونا چند میزنی؟ سونا خشک بخور. سونوگرافی منظورمه. سونا چه گرافی؟ چرا انقدر گرون میگیری؟ یه دستی اینقدر بره تو دل قلبت تکون بده چند میگیرم؟ آخه پسونات برام چرده. من یا گاو؟ من چند تا گاو داریم اینجا. بچه پوستت بکنن ناقره چه صدایی میده؟ یه 2 کیلو شیر ای بده، میخوام ببرم برای بچه‌م. آقای دکتر اینا نره. به هیچ کیلوی پاش. مشتری عزیزمون تشریف آوردن واسه کاشت ناخون. خیلی زیبا شدی عزیزم، مبارکت باشه. ننمون میگه برو دامپزشکی. دام چه پزشکی؟ یه دعای بهتری نمیتونی بکنی بریم ها؟ سلامتی گاو که نگفت، من گفت. بچه چقدر صدای درون آدم قشنگه. بوام همیشه میگه به صدای درونت گوش بده. دکتر گذاشته رو گاوا. نه عمو، هممون یه مشت رفیق داریم که پول دوینگ نمیدن ولی مزه خورن. این گاوو خیلی حالش بده، همین الان با زایمان شه. این نره های دکتر. نمیره. کجا بره؟ عمو نره. نمیره. کجا بره؟ نر منظورمه. نه عمو،